بیا بشین، میخوام از عالیقاپو برات بگم. اسم این عمارت از دو کلمه ترکی گرفته شده. عالی یعنی بلند مرتبه و باشکوه و گاپو یعنی دروازه. هم گاپی ترکی. یعنی چی؟ یعنی دروازه باشکوه به دنیای قدرت و عظمت صفویه. اینجا ورودی اصلی کاخهای سلطنتی بود و میشه گفت که یه جورایی دروازه VIP شاه عباس به دنیای خودش بود. حالا فکر کن یه روز معمولی توی میدان نقش جهان مردم دارن کار و زندگیشون رو میکنن که ناگهان صدای طبلا و موسیقی بلند میشه. شاه عباس تشریف فرما کردن توی ایوون معروف عالیقاپو که حدوداً 18 متر ارتفاع داره و روی 18 تا ستون چوبی خوش‌تراش ساخته شده. از اون بالا دید عالی به کل میدون داشت. مثلا یه بازی چوگان شروع میشد که شاه خیلی هم دوستش داشت و بازیچی‌ها با لباسای رنگارنگ میتاختن و چوبای چوگان رو به توپ میکوبیدن. شاه با اشتیاق از اون بالا تماشا میکرد و گاهی هم خودش بازی رو قضاوت میکرد. اما این فقط یه بخش ماجراست. بریم توی خود عمارت. اینجا 6 تا طبقه داره. البته که از بیرون شاید فکر کنی فقط 3 طبقه است، چون طراحیش یه خورده گول زننده است. طبقاتش پر از اتاقا و تالارهاییه که هر کدوم یه قصه دارن. یکی از معروف‌تریناش تالار موسیقیه که تو طبقه آخره. این تالار یه چیز عجیبی داره. روی دیوارا و سقفش گچبریایی به شکل آلات موسیقی مثل جام، دایره و نی می‌بینی. البته که اینا فقط تزیینی هم نیستن. این برجستگی‌ها باعث می‌شدن صدا توی تالار به شکل خیلی ملایم پخش بشه و اکو نکنه. فکر کن نوازنده‌ها اونجا ساز می‌زدن و موسیقی توی کل فضا موج می‌زد بدون اینکه گوش رو اذیت بکنه. حالا نکته جالب دیگه، میگن عالیقاپو مثل یه آدرس سلطنتی بود. هر کسی که میخواست به حضور شاه برسه، اول بعد از این دروازه رد میشد. حتی وقتی سفیرای خارجی میومدن تو همین عمارت ازشون استقبال میکردن. تصور کن سفیرای با لباسای عجیب و غریب از کشورهای دور از پله‌های مارپیچی عمارت بالا میرفتن تا به تالار وزیرای برسن. البته تو دوره خودش اینجا فقط یک کاخ نبوده. عالیقاپو به نوعی مرکز سیاسی هم بود. جلسات مهم حکومتی، تصمیم‌گیری‌ها و حتی بعضی از جشن‌های خصوصی شاه هم تو همین عمارت برگزار می‌شد. خلاصه، عالیقاپو فقط یه عمارت نیست، یه جور قلب تپنده شهر اصفهان بود که توش زندگی، قدرت، هنر و تفریح همشون با هم گره خورده بودن. هنوزم که هنوزه، وقتی از تو ایوونش به میدون نگاه می‌کنی، انگار صدای اسبا و هیاهوی چوگان بازار رو می‌شنوی.